و داوران کنجی چون گفتیم خسرو شوشویف و اسکندر عبیدالله انیقترش. خب نیروسنجی آغاز میگردد دوستان ارجمند. سامان علموف سفید پوش. خب اسکندر محمد خوجازاده با یک تک سبز نماینده ولایت مختاری کوهستان بدخشان مبارزه برای نشان طلا آغاز میگردد. 5 دقیقه در اختیار دارم. 5 دقیقه که تلاش مبارزه و نیروسنجی ارزنده برای به دست آوردن نشان طلای چمپیونات تاجیکستان. هر دو هم تو با مرحله نهایی رقابت‌های بسیار هم جالب و دیدنی رو به میان گذاشتند و همکنون گپ سر عنوان قهرمانی می رود. سامان علموف همان شکل بسیار هم خوبی گوشنگیری که از بالا می دارد و موقعیت برای پرتاب کردن که بیشتری وقت سامان محمد بیکوف در رشته جودو استفاده می برد. از همان موقع امروز خیلی زیاد استفاده کرد و موفق هم گرد تکیه گذاشتن گریختن. این برای اسکندر محمد خوجازاده آگاهی اول را آورد. خب بسیار هم فشار زیاد آورده ایستاده سامان علموف و اینجا امتیاز بدن را هم به دست می‌آورد. سامان علموف از دسته دوشنبه 1. سامان علموف در مرحله نیم نهایی یک رقابت بسیار هم خوب داشت با همین جان خالوف که را ناکام ساخت و با مرحله نهایی آمد. اما اسکندر محمد خوجازاده باشد توانست با شکست دادن جورخان امروخانزاده روی خود را به اینجا انوار کند. نه اینجا اشاره میکند داوری روی گلیم که امتیاز واگذاری نمی شود. ولی به هر حال سامان علموف پیشرفتی خود را همان ادامه میدهد. موقعیت هست و توجه برای هلوکی درونه اما این نوبت نه. به هر حال یک بدن دارد سامان علموف. در وزن 60 کیلوگرم مدعیان امروز خیلی زیاد بودند و چون میبینیم از میان قریب 40 نفر 2 پهلوان ارزنده این وزن که همکنون آنها را ما در مسابقه های سطح بین المللی خواهیم دید و این مرحله روی خود را هموار کردند. پایزنی از جانب محمد خوجازاده. ولی ببینید همون موقعیتی که سامان علموف حریف را دور میکند از خود نمیگذارد و محمد خوجازاده که اجرای اصول نماید. این هم البته یک شکل خوبی میدانداری است که همون داشتن و حریف را نزدیک به خود نگذاشتن. این هم البته برتری را نشان میدهد. اما در صورت آنه که خود عمل کنه، خود برای گرفتن امتیاز تلاش کنه. ببینیم چگونه مستحکم از پایهای سامان علموف که پایزنی محمد خوجازاده برایش تأثیر هم نگذاشت. و پای در پای پایزنی ها. و در اکثر حالت همین گونه سرعت بلند هم داشتن، یعنی کمی سراسیمه هم شدن. خطر دارد اسکندر محمد خوجازاده از هلوکی درونه هم استفاده کرد اما به طوری درکاری نه. سامان علموف یک تک خود رو به ترتیب می درارد.
آن نفرانی که البته و فشار از جانب سامان علامов آن نفرانی که با گشتین ملی محبت زیاد دارند امروز هنوز از آغاز مسابقه هنوز از آغاز این روز در این تالار بودند و تا همین حالا پهلوانان را دستگیری میکنند. برای اسکندر محمد خواجه‌زاده وقت هست اگر او خواهد که نتیجه را تغییر بدهد. انا کنون تا رفت من فکر میکنم که فشار اسکندر محمد خواجه‌زاده بیشتر میشد. این الکه احساس شد. سامان علامov آگاهی میگیرد چون ثانیه های آخری وقت اساسی هم شروع شد. فشار خواه نخواه از جانب محمد خواجه‌زاده بیشتر میشود که او حداقل همون امتیاز بدنی که از دست داد همون رو برگرداند. ببینیم سر زانو نشست در حال ولی پرتافتش به نتیجه. فشار محمد خواجه‌زاده تا کنون نتیجه نمیدهد اما تنبیه میگیرد او به خاطر آن تکیه گذاشتنش. خب ثانیه ها تا رفت به انجام میرسند. سامان علامov با یک بدن پیش صف است. 6 5 4 3 2 1 تمام. قهرمان تاجیکستان چمپیون تاجیکستان در سال 2025 آید به گشتینگیری در وزن تا 60 کیلوگرم سامان علامov اینجا دانسته می شود از دسته دوشنبه 1. بسیار خوب درخشید سامان علامov و اسکندر محمد خواجه‌زاده باشد مقام دوم را اشغال کرد و برنده مدال نقره این مسابقه گردید.